آقا رسول الله میگه ای علی، مردم از درخت‌های گوناگونی آفریده شدن، اما من و تو از یک درخت هستیم. من ریشه آن درختم و تو تنه اش. حسن و حسین شاخه‌های آن یا میوه‌های آن اومده تو روایت و شیعیان ما برگ‌های آن درخت هستند. از کجا میفهمی درخت خوش شده؟ برگ نداره. توی این برگا هم باید برگ باشی. فلیتنافس المتنافسون و سابقون از سابقون باید باشه. از بقیه برگا باید پیشی بگیری، بتونی خودتو نشون بدی. فلیتنافس المتنافسون میدونی یعنی چی؟ یعنی برای رسیدن به یه شیء نفیس با هم دیگه مسابقه بدی. اون شیء نفیس امامه. میگه برای ما مایه زینت باشید، نه مایه سرفکندگی. بگن این یارو شیعه است، این یارو مسلمونه. برگای قشنگی باشید. عزیز من نمانیم در عزاداری. وقتی تو عزاداری موندیم میزنیم تو سرمون، یعنی ما بر امام کشته شده گریه میکنیم. بابا اینو که عمر سعد هم گریه کرد که اگر با روزه مقتل به هم میریزیم این خطرناکه. یعنی امام زمانه باید بیاد به همین فجاعتی که میگن کشته بشه تا من اشک بریزم. نه، برگ درخت نشون میده که این تنه سالمه. نزدیک نشید آقا، نزدیک نشید آقا. وقتی حضرت زهرا بین در و دیوار گیر میکنه، یعنی نبودن کسایی که باید اونا میرفتن پشت در، نبودن که علی ابن ابی طالب مجبور بشه پناه ببره بره تو خونه، نبودن. مگه ما مردیم که علی اکبر به میدون بره؟ 6 ماهه دستت بگیری مگه ما مردیم؟ بودن میگفتن دیگه. آبس جز اولین کسایی بود که گفت من مردم اهل بیت بره. نمیذاریم. و این برگ باید مایه زینت باشه. من این چه نمازم مشکل داره میخوام مایه زینت بشم؟ بابا زیر تیربارون نماز اجرا کرد، جلو چش همه، نمیتونست بره پشت خیمه نماز بخونه. یعنی بابا عزیز من بدون اصل همین نمازه. نماز برای امر به معروف قیام کرد. میکنیم امر به معروف، نهی از منکر میکنیم آقا؟ نمیکنیم. مرجعه شدیم آقا. مرجعه رو بنی امیه بنیان گذاشت. مرجعه ها کسایی بودن که میگفتن دلت پاک باشه. جایی که دین میفته وسط با تمام قد خون بدی در راهش.